دوستانی عزیزی من بسیاری ها میگن که این شرکت شما شرکت کجایی که معاش کلان میداده، هر هفته روز سه‌شنبه شما پول میگیریم. ما هر هفته روز سه‌شنبه واقعا پول میگیریم و بسیاری ها در شرکت های روسیایی کار میکنن. فدراسیون روسیه میگن ما مثال در یک ماه یک بار میگیریم. دوستانی عزیز من شما را یک مثال میفهمونم، خوش رو فکر کنید. وقتش اولیک در تاجیکستان به حد کم بود، برای زندگی ناز آدم ها میرفتن مسکو کار کنی، اولیکی خوبتر میگرفتن. ایرا همه ما میدونیم این پوشیدن نیست. حاضی هم میرم برای که اولیکش بلندتره. یعنی که زندگی مسکو با دیگه خیلی مثال بیوجتی و دولت با قوتتره. بعدا سالای آخر چخیلی که میبینی ای مسکو آدم ها یوروپا رفتیستن، امریکا رفتیستن، کره رفتیستن، چون که اولیکی ای دولت ها با بالاتره. مهنت انسان ها را در اینجا نقض قدر